سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من محمد هستم از چنل MVP و پنجشنبه شد و آپدیت جدید ای فوتبال 2024. آقا بعضی از شاید صبح رفته باشید دیدید که تا ساعت 8 فکر کنم اینا بازی انگار تو بریک بوده. اون یه مشکلات فنی پیش اومد. حالا به هر حال بازی از بریک خارج شده و آپدیت پنجشنبه اومده. آقا یه سری جوایز داد. جوایز مثل سه تا پک رایگان از این پک، 3 تا شانس رایگانم از کلاب آمریکا که من هر صداش زدم و خب چیز خاصی هم نمیده واقعا به آدم. ولی خب حالا میخوایم با هم بریم بررسی کنیم اتفاقاتی که توی پنجشنبه افتاده. اول بریم توی ایونت. خب استارتاپ که هنوز هست، یه لیگ ژاپن اومده و لیگ مکزیک و بازی آنلاین لیگ ژاپن. ولی خب بازی لیگ آنلاین مکزیک هنوز نیومده، اصلا نیاوردتش. خب اینم از ایونت ها. ما ببینیم جوازش چیه. اونجا با تیم‌های ژاپنی قرار بازی بکنیم. اول اگه 500 تا امتیاز به دست بیاری یه دونه تیکت جی لیگ 1 میگیری، 1000 تا پوینت، 30000 تا جی پی، 2000 تا 30000 تا دیگه، جمع 60000 تا و آخرش هم یه نشنال وایتی که پک پوتو هستش. و میخوایم بریم جوایز این لیگ مکزیکو نگاه کنیم. تیم‌های مکزیکی که حالا کم هستن بکنم اینا چیزن، اونایی هستن که لایسنس بازی هستن. 30000 تا بابت 500 تا پوینت اول، 1000 تا پوینت دریافت کنی 2 تا 10000 تا ایکس پی دریافت میکنی، 1500 تا 30000 تا جی پی، 2000 تا بازم 2 تا 10000 تا ایکس پی، همینطور 2500 تا 30000 تا جی پی و 3000 تا 2 تا ایکس پی 10000 تایی. جمعاً ما اینجا 90 تا 90000 تا جی پی دریافت خواهیم کرد و 6 تا هم ترندینگ 10000 تایی که خوبه. این ترندینگ 10000 تایی بگیرید واقعا خوبه. اینو اگه بعضی وقتا مثلا حال نداشتید زد بازی آنچنانی انجام بدید، بازی آنلاین بیادون انجام بدید، چیز خوبی هم دریافت میکنید. خب این هم از این بخش و بقیه ایونت ها هم که روز دوشنبه آپدیت خواهند شد، غیر از این ویکتوری ران که بریم با ببینیم چیه قضیهش. آقا اینجا ما طبق ویدیو قبل مشاهده کردیم که آقا شما میتونید تو هر کدوم از اینا برید و جایزه رو دریافت کنید، ولی تو سطح و لول های مختلف. اولیش که آماتور بود، دومیش رگولار بود، سومیش هم این که میبینید هستش، چهارمیش تاپ پلیر، پنجمیش سوپر استار و ششمیش هم لجند که گفته باید 5 تا برد به دست بیارید. حالا میتونید به طور مخصوص برید تو کدومش، مثلا بخوایم بریم تو لجند دیگه نیاز نیست مثلا از اول بازی بکنید. جوازش ببینیم. خب 50000 تا چالش اول، 3 تا 10000 تا چالش دوم ایکس پی، سومین چالش 50000 تا، چهارمی 3 تا ایکس پی 10000 تایی و پنجمیش هم باز 50000 تا و ششمیش هم 3 تا ترندینگ 10000 تایی. 20 روز هم مهلت داره. اینجوری این که بازی داده خیلی خوبه، چون وقت داره ترندینگ های زیاد میده، یعنی ممکنه پک های زیادی باشه که وقتی ما بگیریم بخوایم اونا رو ارتقا بدیم. این تئوری هم وجود داره. خب بریم تو بخش پک ها. یه نکته هم هست، خلاف اون جایزه که اول بازی داد 10000 تا جی پی داد و یه دونه پارتنر کلابی که باشگاه‌های بایر مونیخ، بارسلونا و منچستر یونایتد رو در بر می‌گرفت. خب این پک پوتو هفته هستش که چون در فیفا دی بودیم، این 2 هفته در فیفا دی بودیم یه پک داده. ببینیم بازیکناش کیا هستن. خب فد والورده، نیمار جونیوری که با 2 گلی که در بازی با بولیوی زد تونست رکورد بیشترین گل زده ملی برزیل رو بشکنه با 78 گل که
قبلا دست اسطوره فوتبال دنیا پله مرحوم بوده. شامنی دی ام اف رو داریم با اون شوت محشرش. زینچنکو که فکر کنم این بازی با انگلیس باشه، چون بازی با ایتالیا که فکر کنم نیمه دوم وارد شد. کایل واکر، کریستیان رومرو، پیر امیل هویبر، کرو نواس، وود و خوست، پتکوویچ که 2 گل زد تو بازی اول کرواسی و رودون. آقا الان مثلا 2 هفته فیفا دی بودیم، میگه آقا خب باید از هفته اولش بده. نه، این 2 هفته بوده. چرا؟ چون شما نگاه کنید و خوست در اصل مال هفته دوم بوده، اون کامبکی که هلند مقابل ایرلند زد. اینا پک ها بازیکن پک ها بریم ببینیم چه قابلیتایی دارن. از فیل والورده شروع میکنیم. خب در وسط و مهاجم راست بازی میکنه. باکس تو باکس هم پلیر استایلش هستش. خب بال کنترل 88، دریبلینگ 81، تایت پوزیشن 80، لو پاس 86، لافتد پاس 85. سانترش میتونه خوب باشه، فینیشینگ نداره با وجود که تو مهاجم چپ بازی میکنه. دیفنسیو داره، آمار دیفنسیو داره و کیکینگ پاور 91. بازیکن شوت زن نداره، گرفتیدش بازیش بدید. اسپید 81، اکروباتیشن و شتابش هم 85، استامیناش هم 86. خب بازیکن بعدی نیمار جونیور، مثل همیشه هافبک شب هافبک هجومی. عجیبه این AMF و SS پشت مهاجم و مهاجم چپ بازی میکنه. آمار درجه 1، آمار توپگیری درجه 1، با دریبلینگ 96، تایت پوزیشن 94، بال کنترل 91، پاساش هم خوبه، کل هم که مثل همیشه داره، اکرب شتاب پایین داره و استامینای بالانس 86 و استامیناش پایین. خب شامنی احتمالاً کیکینگ پاورش خیلی خوب باشه. هافک دفاعی و هافک بازی میکنه، باکس تو باکس، پلینگ استایلش آمار هافک متوسط رو به پایین داره، ولی آمار دیفنس تکلینگ خوب برای هافک دفاعی که هافک بازی میکنه خوبه. کیکینگ پاور 80، استامینا 87 و فیزیکال کانتاکت 80. نمیخوره به این بازیکن الان، چون اون گلی که زد و کیکینگ پاور بود ولی خب کم داده بازی. عجیبه. الکساندر زینچنکو که تو پست غیر تخصصی بازی میکنه، هافک دفاعی ولی خب دفاع چپ بازی میکنه. باکس تو باکس تو دی ام افش، بال کنترلش عالیه، لو پاسش هم عالیه، کل 82، آمار دیفنسیو متوسط و پایین هم آمار متوسطی داره. و بازیکن بعدی و آخری که میخوایم مقایسش بکنیم کایل واکر هستش، بازیکنی که مطمئنا سرعت خواهد داشت. دفاع وسط بازی میکنه خیلی خوبه ها، اونایی که دفاع وسط ندارن میخواید 3 دفاع بازی کنید کایل واکر رو حتما بذارید. اتاکینگ فول بک بازی میکنه، یعنی میل به هجومی داره، آمار پاس که خیلی پایینه، دیفنسیو 84 داره متوسط، ولی اسپید و وای اصلا محشرترین اسپید برای یه دفاع 98. از این بازیکن چی میخواد؟ استامینا 94 تمام، عالی. واسه دفاع وسط خیلی خوبه. چرا؟ چون میل به هجوم هم داره، این سرعت خیلی به کمکش میاد که سریع وارد حمله بشه. خب اینم از مقایسه این پک. این 2 تا پک ها. یه پک انگلیس هم اومده که 3 تا بازیکن برترش، این بازیکن از ناتینگهام فارست، دکلان رایس و یوشکو گواردیول هستش. میکیار داره، جیدون سانچو داره و بازیکن پایینی داره، یعنی با شانس بیارید یا رایس رو بگیرید یا یوشکو گواردیول. حتما ما مقایسه اینا هم خواهیم گذاشت و بقیه پک ها که پک ایتالیا که میمونه، پک سوپرلیگ که همینطور، یه پک ایتالیا اتاکرز بود که رفته. خب آقا یه سری اخبار بود که گفته بود ما بازی هافبک های لیگ انگلیس رو میذاره
که دیوید بکام سردمدارش بود. آقا تو ای فوتبال هاب هست، الان بریم ای فوتبال هاب ببینیم. خب آقا من رفتم گشتم، قبلش من دیدم بکام و ماکلله رو، ولی خب حالا ای فوتبال هاب انگار هنگ کرده و خیلی انگار چیز شده، ولی همراه با اون باکس یه باکس دیگه میاد. این باکس هست که از انگلیش لیگ 18 سپتامبر، خب احتمالا شاید این موقع بیاد، که رودری داره توش، مویزه کایسدو، بعد ژائو پالینیو و ژوالینتون و یولی تیلمانس. این بازیکن‌ها قراره توشون بیاد و این هم بازیکن‌های لیگ انگلیس اون 90 روزش با هم ببینیم. نیکولاس جکسون 92، یوشکو گواردیول 96 ببینیم چقدر میگیره. 99 عالیه، عالی، حتما برش این رو خواهیم گذاشت. دکلان رایس 98 خوبه و همین آیجد سانچو هم ببینیم 97. این سه تا بازیکن‌های خوب این باکس بودن. خب اینم از ویدیوی امروز، بخش ها رو با هم دیدیم، پک هایی که اضافه شده بود به بازی و ایونت ها. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید و خدا نگهدار.